سلام دوستای نازم، به اپیزود دوم از صدای دل خوش اومدین. این اپیزود راجع به مقوله 18 سالگیه. میخوایم راجع به 18 سالگی، اصلا بحران 18 سالگی با هم صحبت کنیم. یه سن عجیب، حالا نمیشه گفت عجیب، ولی خب یه سنیه که توش خیلی ماجراها ممکنه برای هممون پیش اومده باشه یا حالا برای بچه‌هایی که نوجوان‌ترن پیش بیاد. میخوایم با هم راجع به 18 سالگی صحبت کنیم. ببینید 18 سالگی سنی هستش که شما دیگه از اون تینیجری تقریبا در میای دیگه. همه میگن تو بزرگ شدی، میدونی اینجوری برخورد میشه تو جامعه، توی خانواده کلا. و شما اونجا یه حس ترسی انگار به دست میده که آقا همه میگن تو بزرگ شدی و فلان، من الان باید چیکار کنم؟ من تا الان میرفتم مدرسه، میومدم خونه، یا حالا 4 تا کلاس میرفتم، یا درگیر کنکور بودم، یا هر چی. الان باید چیکار کنم؟ از الان به بعد زندگی من چیه؟ چه اتفاقی قراره بیفته؟ توی 18 سالگی یه سری افراد درگیر کنکورشون هستن که حالا ممکنه که رشتهشون سخت باشه یا چیز بزرگی رو بخوان و مجبور بشن حتی 2-3 سال بعد از 18 سالگی هم به پای کنکور بشینن، که این یه چیز عادیه. من خودم 2 سال پای کنکور نشستم. و اینکه بعضیا 18 سالگی که مدرسهشون تموم میشه، حالا افرادی که زیاد با درس حال نمی‌کنن، میرن دنبال شغل آزاد تو بازار آزاد، حالا دنبال کارهای مختلف، دنبال یادگیری، و این هم خیلی خوبه به نظر من. بعضیا هم حالا کاری نمی‌کنن، بیشتر دنبال تفریحات هستن، دنبال خوشگذرونی و اینا هستن، که اونم باز به نظر من خودش یه مقوله جداییه. خانواده همیشه پشتته، اینو مطمئن باش. تا هر سنی که تو خونه پدر مادری داشتی، پدر مادر همیشه پشتتن. شما به نظرم بهترین کار این هستش که علاقتون رو پیدا بکنید توی سن 18 سالگی و برید دنبال اون علاقه. حالا یه سری افراد هستن که دوست دارن برن تو بازار آزاد، دوستان اصلا از همون اول کار بکنن، این هم مشکلی نداره. ولی وقتی میری سر کار، باید بری سر یه کاری که بدونی آینده داره برات، بدونی که اوکی من الان میخوام 5 سالمو بذارم تو این کار، بعد از اینکه 5 سال گذشت من یه استادی برای خودم میشم تو این کار، من یه حرفه یاد میگیرم تو این کار. میدونی چی میگم؟ باید خیلی زنگ باشه. حالا هر کاری هم باشه فرق نداره. ممکنه یکی اصلا بگه من چیزی بلد نیستم، میرم فروشندگی. خب من خودم اصلا اینطوری بودم، بعد از اینکه کنکورمو دادم رفتم فروشندگی. اما من هدفم چی بود؟ از فروشندگی هدفم این بود که یاد بگیرم صحبت کردن و تکلم و دیگه نمیدونم، هم اون پوله برام مهم بود، یعنی اون پول تو جیبی که هر ماه میومد حسابم خیلی برام شیرین بود، هم این که اون تعاملی که با مردم داشتم، اون چجوری بگم، یادگیری فروش برام مهم بود، که فردا اوکی من الان دارم کار میکنم برای یکی، ممکنه که فردا من اصلا برای خودم یه مغازه بزنم، پس من باید قدرت تکلم داشته باشم، باید بتونم صحبت بکنم. میدونی همه چی و هدف رو بذارید رو یادگیری. یکی میره دانشگاه میگه اوکی من این 18 سالگیمو تا 22 سالگیمو میرم توی دانشگاه، حالا در کنارش اگه دوست داشت کار میکنه، دوست نداشتم که حالا یا وقتشو نداشت، اوکی به دانشگاهش ادامه میده، ولی خب میدونه که بعد از دانشگاهش دیگه خب مستقیم میره سر کار، یعنی یه کاری مرتبط با رشتهش پیدا میکنه، یا حالا یه کار غیر مرتبطی هم که دوستش داره پیدا میکنه میره توش. این هم باز خوبه. ولی در کل 18 سالگی میخوام بهتون بگم که زیاد سن نگران کننده نیست که شما خیلی نگرانش باشید، چون خودم اینطوری بودم، میدونم که چقدر سخته. میخوام بهتون بگم که نباید خیلی خودتو بندازی تو تنش که وای دیگه تموم شد، وای من مسئولیت دارم، وای فلان دارم. نه، تو باید آروم 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 خودت رو بکشونی بالا، چه از لحاظ فکری، چه از لحاظ مالی، از لحاظ کاری حرفه‌ای، خودت رو آروم آروم بکشونی بالا و برای خودت بازده‌بندی بکنی. بگی من 18 سالمه، اگر میخوام برم توی حرفه‌ای 2 سال براش وقت میذارم، 2 سال ممکنه هیچ درآمدی از اون حرفه نگیرم، اوکی اشکال نداره، یه حرفه است، من 2 سال براش وقت میذارم و بعد از 2 سال مطمئنم که این حرفه منو به درآمد میرسونه. بعد از اون 2 سال من میرم برای خودم کار میکنم. خب این خیلی خوبه. حالا اشکالی نداره که تو این 2 سال حالا یه سری هزینه‌ات هم با خانواده‌ات باشه، هیچ اشکالی نداره، این همه حالا خانواده برات هزینه میکنه، خانواده حمایتت میکنه، این 2 سال هم روش. ولی میخوام اینو بهت بگم، برو سراغ کاری که توش موفق میشی، خودتو توش میبینی. الکی نرو سراغ یه کاری که بگی اوکی من دیگه فقط میخوام مستقل شم، فقط میخوام از خانواده جدا شم، فقط میخوام دستم تو جیب خودم باشه. نه، به این چیزا فکر نکن، به آیندهت فکر کن.
به 5 سال بعدت، به 10 سال بعدت فکر کن. اونم تو این مملکت، تو این گرونی، تو حتما باید بتونی تو 25 سالگی، تو 27 سالگیت یه کاری برای خودت بتونی انجام بدی، یه چیزی در دست داشته باشی، بگی من فلان چیزو بلدم، من فلان درس خوندم، من فلان کارو کردم، من فلان سابقه رو دارم. میدونی چی میگم؟ اینا خیلی مهمه که حواسمون باید حتما به اینا باشه. خلاصه که همین، میخواستم بهتون بگم که کلا 18 سالگی خیلی بهش میگن بحران 18 سالگی. بحران بزرگی نیست، بحرانیه که یک بحران شیرینیه که تو حس بزرگی، حس قدرت به دست میده. کارهایی که مثلا خیلی از کارهایی که نمیتونستی انجام بدی، مثل گواهینامه گرفتن، شما میتونی بعد 18 سالگی گواهینامه بگیری، دانشگاه بری. میدونی یه حس قدرت به آدم میده، یه حسی بهت میده که بزرگ شدی. و اینکه خیلی خوبه که حالا نوجوانایی که 18 سالشون هست از همین اول به فکر آینده باشن، حالا چه تو درس، چه تو کار، چه تو هنر، به فکر آیندهتون باشید. توی این مملکت حتما به فکر آینده، به فکر لذت‌های امروز و فردا نباشید. نگید من فلان کارو میکنم، حالا امروز میرم اینجا، امروز میرم اونجا. اینطوری نباشه. خیلی دوستتون دارم. اینم از اپیزود دوممون. نظراتتون تو کامنت ها به هم بگید و بگید که دوست دارید اپیزود بعدیمون در مورد چی باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. عاشقتونم.